نمی چنگی بوریش تا سر با این قدر میشه من. اگر ماشین آزشویی مگر نیم ساعت پس میخیزی با هم که سمنته. این غبار ماشین علی جان از کارخانه استحصال سمنت است. میگوید از تاثیر آن مجبور است ماشینش را رنگ کند. کنیش تاثیر میکنه من نه کاسکا میکنه تمام. نه. اما غبارش همین سمنته. حالا اون دمی که وقتی میرو یک آب میزنیم خیلی همه آب لوی کم خیلی آب سیاه میشه. سمنت آباده. در برابر علی جان صدها خانواده دوشنبه 10 ساله ها باز از غبار کارخانه سمنت رنج میبرند. این غبار بالای بام در یک هفته جمع شده است. ساکنان میگویند هفته پیش بالای بامشان تازه بود. تا سال 2012 این کارخانه با گاز طبیعی ازبکستان فعالیت میکرد و پس از قطع شدن آن یک مدت بیکار خوابید. تنها سال 2013 این کارخانه با قرض شرکت‌های چین به استفاده انگیش گذشت. عین زمان این کارخانه در یک شبانه روز تا 1000 تن سمنت استحصال میکند. کارشناسان زیست محیطی میگویند به سوزشواری انگیش گذاشتن کارخانه سمنت بر اضافه مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه دو که همچنان انگیشت میسوزد هوای شهر را غلیظ کرد. خبر کوچاندن کارخانه استحصال سمنت تاجیک که در قسمت شمالی شهر دوشنبه جایگیر است ساکنان اطراف آن را خوشحال نموده است. ایران از بشه وی چند بی اینا تو شما باشه همش اسم بیوازی کاملی با سفتا میکنیم شب سر میخزیم که یک بجب خاک چنگ با آدمای کسل چخله الرژیه دولینی کسل قند مخدم کسل قندم نمیتونم در هوا وزبین استوده. معلوم میشه آخه سر میخزیم روی چنگ ماشین میبینی که همون را نفس میکشیم. همین چنگ ماشین پال نیم چنگ یگان چی این میاد نشاش دگه نسا نه بارون بود نه یگان چی نه خازی خیلی. بنابر طرح گنرالی شهر دوشنبه در 3 سال آینده قرار است کارخانه سمنت تاجیک را از محل اهالی نشین کوچانند. مسئولین میگویند حالا درباره به کجا کوچاندن کارخانه مذکور چیزی گفتن نمیتوانند. در همین حال فراز یکی از شرکت‌های داماد امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در شفت دست راست بالاتر از بنای کنونی سمنت تاجیک به ساختمان کارخانه نوی سمنت آغاز کرده است. شادمان یتیم، علیشیر ظریفی، آزادی دوشنبه. چنگی سمنت زاوت اینا اما آوشتگی فروردگی اینا به پرزیدگی اگر این چقدر بودگی